اصلا هیچی نباید ثابت بمونه تو آهنگی که میسازم، هیچی. اینو میگیرم با این یه چند بار اینجوری میکنم، بعد اینو میذارم بره، اینا رو ور میدارم. سلام بچه ها، به چنل استودیو با کورو خوش اومدین. من توی این ویدیو میخوام تمام صداها و چیزایی که با هم توی ویدیوهای قبلی ساختیم رو ارنج کنم و شما رو با خودم همراه کنم که دقیقاً ببینیم چی میشه، چه الگویی پشت این قضیه ساختن موزیک ما هست. پس لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو بزنین که براتون نوتیفیکیشن هر ویدیو بیاد و با من همراه باشین. خب بچه حالتون چطوره؟ خوبین؟ همون جوری که من توی ویدیو قبلی بهتون قول دادم، ما توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه یه بخشی از این ترکی که حالا از سری اولین ویدیویی که من توی یوتیوب آپلود کردم تا الان هی روش صدا ساختیم و ادیت زدیم و فلان و اینا، اینو ارنج کنم یه دقیقه‌شو یا 30 ثانیه 2 دقیقه‌شو، به هر حال یه 32 میزان اینا میخوایم این کار رو انجام بدیم. پس لایک و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله رو هم بزنین که هر ویدئویی که آپلود میکنم نوتیفیکیشنشون برای شما بیاد که یه موقع خدایی نکرده از ویدئوها عقب نمونین، که یهو مثلا 5 تا ویدئو رو نبینین و بازدهیش بیاد پایین. هفته ای 3 تا ویدئو داریم، همین یه روز در میون هر کدوم از ویدئوها رو ببینین و همون روز اگه تمرین کنین دیگه کاملا یادش گرفتین. خب ببینین، ارنج برعکس باور خیلیا که میگن سلیقه‌ایه و هر کاری دوست داری بکن، اصلا اینطور نیست. 60% ارنج یه سری قانون و قوانینه، یه سری چارچوبه که باید شما اونا رو یاد بگیرین، بلد باشین و تو قالب اون چارچوب، تو قالب اون قانون و قوانینه، حالا یه ذره تو بعضی از سبکا و بعضی از آرتیستا که خبره شدن میان عوض کنن، مثلا یه ادیتی بزنن، یه جایی قانون شکنی بکنن، ولی بازم مثل ببینیم به بیدر و پیکری ساوند دیزاین نیستش که هی بریم اکسپریمنت کنیم چیزای عجیب غریب از توش در بیاریم. خب یه چارچوبی داره که حالا جای اون توی این ویدیو نیست. حالا توی کلاسای خصوصی خودم به بچه ها همه قانوناشو آموزش دادم و میدم دیگه. درست نیستش که من تو این ویدیو اینا رو آموزش بخوام بدم چون حق اونا ضایع میشه، ولی خب یه خلاصه مفیدی بخوام بگم اینه که 2-3 تا قانون اساسی داره ارنجمنت که با رعایت کردن اونا و فعالیت توی اون چارچوبی که بهتون میگم، ترکتون شکلی که باید رو میگیره و اون استوری تلینگ، اون سناریویی که میخواین توی ترک ایجاد میشه ناخودآگاه با یه ورک فلویی که بهتون میگم. خب بریم ببینیم چی کار باید کرد. بچه قبل از هر کاری تمام این میدیا رو همشونو میکنم آودیو، یعنی بانسش میکنم یا فریز فلتنش میکنم که بشن آودیو. خدمتتون عرض شود که این اینترو ما بود. اینجا یه 16 میزان ما اومدیم بعد اینترو اینجا دوست دارم یه افیکس بزنه. من فکر کنم یه اینو همه رو بانسش کنم. نکردم کنم. میدونین چرا آودیوش میکنم؟ چرا؟ به خاطر اینکه ادیت کردن و سوال جواب کردن با خود کلیپ آدیو از میدی خیلی راحت تره. درسته اگه میدی باشه شما کنترل کافی روی خود صدا و کاتافش و چه میدونم کل پارامترهایی که به هر حال توی سرم تو سرم باش سر و کار دارین، همون اونا در دسترسه، میتونین اتوماسیون بدین. ولی ورکفلوی که من شخصا دارم، حالا اینجا کاری نداریم چی درسته چی غلطه و هیچی درست نیست هیچی غلط هم نیست توی ارنجمنت. حالا به غیر از اون قانونایی که اول ویدیو گفتم، ما بقیه چیزا ورکفلوه. مثلا من بریکایی که اینجا میدم، بعضیا میان چیکار میکنن؟ یه کلیپ پیانو رول همینجا درست میکنن، یه کلیپ به این طول و میان توی اون کلیپ شروع میکنن نوت نوشتن. خب و اگه راحتین اینجوری بسازین،
اگه راحت نیستین مثل من اینجوری چاپ چاپ کنین که تو این ویدیو میخوام بهتون بگم. به هر حال من شخصا این مسیر رو، این ورک فلو رو ساده تر پیدا کردم که هست، یعنی فهمیدم که ساده تره. خب ولی به هر حال کانسپت یه کانسپته، جاهایی که قراره این کار رو انجام بدیم ثابته، چی جوری انجام دادنش ثابته، قوانینش ثابته. خب پس این که میام اینا رو آودیو میکنم، قبلش تمام اون ادیتایی که باید رو صدا زده بشه، تمام اتوماسیون هایی که باید رکورد بشه، همه چی رو انجام میدم که دیگه هیچ کاری نمونده باشه. بعد آودیوش میکنم، میارم سوال جواب میکنم. یعنی دیگه انقدر ساوند دیزاین و میکس رو انجام میدم روی یک لاین که دارم همون لحظه درست میکنم که دیگه کاری برای انجام دادن نمونده باشه. و اون به اصطلاحی کاتاف نوازی، حالا میگن خیلی ها، من نمیدونم، همون کاتافی که با میدی میکس یا با میدیتون حالا چه کاتاف چه گیت هرچی رکورد میکنیم بالا پایین فلان اینا، تمام اون کارا رو انجام میدم، بعد آودیوش میکنم، بعد میام اون جایی که میخوام استفادهش رو میکنم. بریم ببینیم چطوره. آقا جان، من توی این ویدیو میخوام از اینجا تا تقریبا اینجا که آهنگ قراره جون بگیره رو ارنج کنم. اینم بگم اون دوتا ویدیو قبلی رو اگه دیده باشین، این همون دوتا لاینشه که با هم ادیت کردیم، یه وکال افیکسی درست کردیم. حالا لینکش الان میاد، همین الان که داره ویدیومون پخش میشه لینک اون ویدیوها الان این بالا میاد، بزنین بریم ببینین اگه ندیدین. اینا با مدل ساخت این دوتا لاینی که اینجا الان دارم بهتون میگم، این دوتا رو اون تو اون ویدیوها گفتم. خب ببین، من الان اومدم بگم که اینجا که این شروع میشه دوست دارم اینجا یه افیکسی چیزی بزنه، پس اینو میذارم اینجا. اینا رو که قبل اینجوری کردم و معمولی میکنم که به شما آموزش بدم که چی جوری. آخ صدا نمی اومد، یه بار دیگه بهتون میگم. بفرمایید، حالا صدا داریم. دوست دارم یه همچین کاری کنم. ببینین برای چی من این روش رو راحت تر فهمیدم که هست؟ به خاطر اینکه خب بیا یه زوم میکنی، این گریدتو میذاری رو اونی که باید میخوای چاپ کنی. مثلا من اینجوری میکنم، الان یه دوتا اینجوری میکنم، اینو ور میدارم، اینم ور میدارم، میشه این. دوباره اینجا یه چیزی بیاد، نمیدونم این بیاد جاشه. آره، و 2 میزان ادامه داشته باشه و بره. وقتشه که ببین، چون اول ترک لید استفاده نمی کنم، میخوام آروم آروم انرژی به ترکم اضافه کنم. الان بیام زارتی و هرچی دارم و پخش کنم اول آهنگ، دیگه خب دقیقه 2 که برسه دیگه هیچی ندارم. و اصلا اینجوری هم نیست. شما هر آهنگی که گوش کرده باشین میبینین که اصل ترک تازه دقیقه 1 و نیم 2 شروع میشه، تا مثلا دارک ساید تازه میفته رو غلطک. آره، یه معرفی ریزی واسه این لیده بزنم، بریم ببینیم چی شد. خیلی مغز بیقراری دارم و اصلا هی میخوام همه چی عوض شه. اینجا این یه نوتو برمیدارم، اصلا هیچی نباید ثابت بمونه تو آهنگی که میسازم، هیچی. یه ثانیه هم نباید یک چیزی شبیه قبلش باشه، حوصله‌مو سر میبره. برای همین هی این قچه اون قچه، این بیاد اون بره. متوجه این؟ یعنی نه که سرعت بی پی ام بالا باشه ها، سرعت اتفاقایی که پشت سر هم میفته رو باید دیگه تو، حالا سبک من اینجوریه، حالا یکی دوست داره یه نواختر باشه، یکی دوست داره بدتر باشه که دیگه اون نمیدونم چی میشه. ولی به هر حال هی یه اتفاقی باید بیفته، توجه منو جلب کنه به خودش. جا نگاه. اینجا هم یه دوتا این شکلی این بزنه،
این اوپن هتمه ها، یه ذره طولانی تر، به تیکه اینجا، یه دونه اینجا چند بار بزنه، اینجا دوباره ریزتر چند بار بزنه. ببین زوم میکنم گریدم ریز میشه، اینا دقت کنین چون به خاطر اینکه این رو نروه. نه ریورس کرش دارم و کرش و این وسط یه چهارم معلقه، ریورس کرش میاد بالا. خب بعد چی میشه؟ هیچی نمیاد، بعد میکوبه. خب ببینیم چی شد این یه بلوک. اینو کامنتی میزنم کات بشه از این کلیپش، اون کلیپا جدا میشه که تغییری که روی این کلیپ سمت چپیه میدم دیگه رو اون کلیپ سمت راستیه اعمال نمیشه، به خاطر اینکه جدا شد. اگه جدا نکنی یه تیکر رو سلکت کنی تغییر بدی رو بقیه‌شون هم اون تغییره اعمال میشه، به خاطر اینکه این یه لوپ یک میزانه است که دومشو کشیدیم و هی داره تکرار میشه. میرم تو اینو میارم اینجا. اسکیل هم چرا به هم ریخته؟ ای ماژور نبود. این سری که این میگه یه دونه نوت اینش بره. یو بازم دوباره اینجا درام و نگاه هرچی داشتیم و رو کردیم. بود آروم آروم سر فرصت، مثلا کلوست الان بره، اسنیرم از اینجا به بعد بیاد، عجله ای نداریم. خب خدمتتون عرض شود که پس ما رسیدیم اینجا. من حالا اینجا ببینین یه دونه لید میزنه، یه دونه پد میزنه. ببین لیده اینجا یه معرفیشو کردیم، اصلش اینجا اومد، پده هم اینجا یه دادی زد. و حالا قبل اینکه به این برسیم بپردازیم به این قسمت. ویدیو هم داره طولانی میشه، باید سریعتر جمعش کنم، ولی 100% بچه قولو میدم که دوباره یه ویدیو دیگه درباره ارنج جاهای اوج آهنگ هم خواهیم داشت. الان فعلا شروعشه دیگه، با هم دیگه همه اینا رو میبریم جلو دیگه، همین ترک رو با هم میبریم جلو. خب ببین اینجا رو چیکار میکنم؟ خیلی راحت یه دونه اینو میگیرم با کجایی زوم کردم، اینو میگیرم با این یه چند بار اینجوری میکنم، بعد اینو میذارم بره، اینا رو ور میدارم. خب و این یه دونه رو کپی میکنم، اینا رو میذارم اینجا، دوتا بزنه، یه بار نزنه، دوباره اینجا بزنه. ببین شد این. خب میبینین این اومد، این خیلی به جا اومد همینجوری. اینا رو فعلا دیلیت میکنم. خب این یه ناله‌ای کرد، بعد این هم یه چیزی گفت، این پده یه ناله‌ای کرد، اونم یه چیزی گفت. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ ببینین اینایی که ویدیو قبلی درست کردیم، مثلا همین استرینگ پده، اینو میام اینجا بزنه دیگه، چون این اوجش رو یه حرفش رو زد، جوابش میشه این، و بعدش این وکاله بیاد اینجا، اینم از اینجا بیاد. سر چیز نیست، اینجا باید باشه. آره ببخشید، بفرمایید. این دیگه حقیقت نیاد اینجا دیگه، بس دیگه. تکسچره یه دونه 16 تا اونجا بود، دوباره چرا بیاد؟ سکوت. نه خوب داره
شروع میشه. خوب داره شروع میشه. دوست دارم فلاشو. سکوت اینجاش طولانی بود. یه سکوت چقدره این الان 1/4. آره 1/4 خوبه. و اینجا الان نوت بیس رو میارم بالاتر، میذارم G0. چون گوشمون عادت نداره به این نوت، همین یه اوزارتی از اول ترک دیگه نمیتونی اول ترک یه اوج بدی بهش، که برای همین یه 4 تا که زد دوباره. ببین اینو من جدا میکنم، اینو از اینجا کم میکنم میارم همونی که بود. خب ببین ما یه تکیه گاهی ببینین توی ترکتون یه تکیه گاه برای شنونده بذارین که اون نقطه پایدارتون باشه و مدلای دیگه حالا مثلا بالا میاری پایین میاری، هر کاری که میکنی آهنگو که انرژیشو کم و زیاد میکنی، برگرد به خونت. خونه من الان این نوت هست تو بیس. گوش کنین ببینین متوجه صحبتم میشین. عادت داریم الان به این. برگشتیم. این تیکه وکالمون زد، بعد این میزنه یه لیده، جوابش این لیده میزنه. اینا رو من بردارم قاطی نکنین موقع. این یه لیده اینم یه لیده، اینا نوشته. و یه پد دیگه دوباره بیاد به نظرم بزنه اینجا و بریم سراغ شلوغکاری لیدها. این سکوت اینجا باشه، اینم باشه. آره اینا رو فقط باید دیلیت کنم که دوباره بچینم براتون. نگاه اینجوری یه سره میره دیگه. زیاد این سری این کارو میکنم. بیس همینجوری بره جلو. یه اوتو فیلتر اگه وردارم عالی میشه. اوتو فیلتر بیاد روی گروپ کیکو بیس و چی بشه؟ میذارم اینو روی دی جی. میبینی اینجوری. این یه خاصیت جدید تو 12.2 اومده. حالا دیگه باید بیافتم دنبال ابلتون 12.3. اونم یه سری آپشنای خیلی خیلی خفن آورده. هنوز اینستال نکردم ولی اینستال کنین اگه پیداش کردین. بد خفنه. حالا این توی 12.2 اومده. نگاه من اینوری کنم های پس میشه، اینوری کنم لو پس میشه. چیکار میکنم حالا؟ یا اتوماسیون میدم اینا. روی این کلیک میکنم خط اتوماسیون اینو نشون بده. اینجوری های پس تا اینجا دوباره برگرده حالت معمولی 0%. حالا برای اینکه یکم جذاب تر شه یه رزونانسی هم میدیم. خب رایزر و ریورس کرش و اینامون کمه حقیقت. رایزر نساختی منو. بذار بره بیشتر بره، انقدر بره. ببین بدم نمیاد این تا اینجا بیاد جلو. ببینیم چی میشه. سوال جوابش رو یکم تندتر میکنم. این بیاد بزنه اینجا. ببخشید بیاد بزنه اینجا. این خوبه. حالا این طولانی تر بزنه. بچه حواستون باشه نگیرین منظم این بزنه این شکلیش کنین. یعنی منظورم اینه که غیر قابل پیش بینی باشید. الان مثلا اگه اینجا رو من 2 بار زدم 2 بار این 4 بار میره. بعد این دوباره مثلا یک بار جابجا بشه. این بره اینجا، اینم اینجوری. خب گوش بدیم ببینیم چی شد. چاپاشم یه سره تر میکنم دیگه. نمیخوام خیلی قطع و وصل کنم که هر کاری که اونور زیاد میکنی اینور همون مسیر رو ادامه بدی. ببین ذهن آدمیزاد به همه چی سریع عادت میکنه. خب برای همین هر کاری انجام میدین مخالفش هم انجام بدین. شد این. از اینجا گوش کنیم. صدامون ببخشید بفرمایید. این هم صدا.
قطع شد. بده. بچه این یهو قطع شد. تکسچر و پد رو هیچ وقت یهو قطع نکنیم، به خاطر اینکه کل فضاتون رو از دست خواهین داد. من اینو یه یوتیلیتی میندازم این تهش و یه اتوماسیون به گینش میدم که آروم آروم بره. میتونین آودیوش کنین، فید اوت بدین، هر جوری که دوست دارین. بله. جای خالی رو با چی پر کنم؟ با این وکال باحاله. یکم ولوم. خیلی دوست دارم اینجا بعد نوت بیس رو ببرم بالا، یکم جون بدم، یه 2 تا لید جدید بیارم، قاطیش کنم با سوال جواب این لیدا، هیجان بگیره. یه ذره هیجان بیشتر شد، دوباره همه چی رو ازش بگیرم. میدونی این میشه سناریو آهنگتون دیگه. چیکار دوست دارین بکنین، ولی کاری هم که میکنین دیگه نباید خیلی خارج از عرف باشه. یهو مثلا نیاین اینجا یهو همه چی رو قطع کنیم. خب به نظرم خوبه، ولی یه سری ریزکاری داره. مثلا هنوز پرکاشن به این اضافه نشده. یه ویدیو کلا درباره پرکاشن ساختن قراره درست بکنم، اونو که ساختیم اد میکنیم به این. حالا به هر صورت الان مثلا توی ویدیو بعدی من میخوام اسنیر درست کنم با سرم. اون اسنیر رو که درست کنیم میایم تاقش میزنیم با این. هر کاری که جدید انجام بدیم میاریم روی این پروژه پیاده میکنیم، بعد دیگه آروم آروم این پروژه رو میکنیم یه ترک، اگه موافق باشید. پس تا اینجای کار به نظرم ردیفه. حالا تو ویدیو آینده 100% صداهای جدید اضافه خواهد شد. یه FM لید دیگه هم مدل ساختشو حالا با هم دیگه، یعنی در واقع اون ویدیوی FM لید دارکسایی که اتفاقا خیلی هم طرفدار داشته، گویا لینکش هم الان میاد براتون توی صفحه‌ای که دارین نگاه میکنین، توی همین ویدیو این بالا میاد. اون احتمالاً اپیزودیش کنم، مثلا اپیزود 2، اپیزود 3، اپیزود 4 FM های مختلف رو با هم دیگه بسازیم. تقریبا یه شکل گوشم درد گرفت دیگه. تقریبا یه شکله، ولی خب انواع اقسام مدل‌های مختلف داره. یه دونه FM لید دارکسای با هم دیگه درست کردیم، یه FM لید های تک درست کردیم. حالا مدل‌های دیگه‌اش هم درست خواهیم کرد که اپیزودهای بعدیشو من براتون درست می‌کنم. هر کدوم اونا رو که درست کردیم میگیریم میذاریم این تو این ترکر رو پرتر می‌کنیم. هی خب امیدوارم لذت برده باشید. چنلمو لطف کنین سابسکرایب کنین اگه سابسکرایب ندارین. این ویدیو رو هم دستم ول شد. این ویدیو رو هم لایک کنین و زنگوله رو هم بزنین که با هر ویدیو که آپلود میشه یه نوتیفیکیشن براتون بیاد که متوجهش بشین. و دیگه همین دیگه. پیشنهادی چیزی اگر دارین حتما توی کامنت ها به من بگین. اگه دوست دارین درباره موضوعی ما ویدیو درست بکنیم بهم بگین، حتما اون کارو خواهم کرد. و مثل همین این ویدیو ارنج یکی از دوستان پیشنهاد داده بود که 2 هفته پیش بود، البته کامنت گذاشته بودن که اگه میشه از ارنجمنت ویدیو درست کنین. چشم، حتما درست کردیم و بیشتر هم درست خواهیم کرد. هی کامل تر میشه این روند. و اینکه درباره کلاس‌ها هم که حالا اول ویدیو درباره‌اش صحبت کردم، اگر میخواین اطلاعات بیشتری داشته باشین ببینین کلاس ما پروژه محوره، یعنی خصوصیه. با هم میشینیم رو پروژهتون کار میکنیم، خیلی کامل و جامع از 0 تا 100 تمام چیزایی که نیاز داریم بدونین و بهتون میگم رو پروژهتون انجام میدیم و در نهایت ترک با هم دیگه درست میکنیم. اگر اطلاعات بیشتری درباره این قضیه میخواین که به مسیج بدین، من همشو براتون توضیح میدم. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.